بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله الامین محمد و علی آله و صحبه اجمعین و من تبعهم باحسان الی یوم الدین. بیننده های عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم با ویژه برنامه رکن پنجم خدمت شما عزیزان و سروران هستیم. مهمان ما یک بار دیگر جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز در استودیو حضور دارند. در آغاز سلام های خود و شما بیننده های عزیز را خدمت جناب دکتر عرض نموده ایشان را یک بار دیگر خیر مقدم میگویم. خیلی ممنون. بنده هم عرض سلام و ادب دارم، هم خدمت شما و هم خدمت دستاندرکاران شبکه و تمامی بینندگان عزیز. و خدا را شاکرم که خداوند متعال بر عمر ما افزود تا این ایام مبارکه رو دریافت کنیم، ایامی که عمل صالح نزد خداوند متعال از همه اعمال با ارزشتر هست و از جمله اعمال با ارزش بسیار صالح که اون هویت ایمانی انسان‌های مؤمن رو بیان میکنه قضیه دعوت و اصلاح و شناخت و رساندن درست مفاهیم دینی است به انسان‌ها و به جامعه. کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین مردمانی بودید که برای بشریت شما رو خداوند برگزید. ویژگی ما چه است ای پروردگار ما؟ تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. اون کاری که ما الان میکنیم رساندن همون مفاهیم معروف و مفاهیم ساختاری جامعه و نهی از اشتباهات و دیدگاه های نادرستی هست که ان شاء الله خداوند متعال همه عبادات ما رو پذیرا باشه و همه مؤمنان رو مزید توفیق بده تا در این راه همراه هم دیگه بتونیم یک جامعه ویژه و صالح و نیک رو برای خودمون، برای آینده جامعه بشریت تقدیم کنیم. در خدمت شما هستم، بفرمایید. آمین. تشکر. خداوند در این عمر شما اولا برکت بیندازد که تا ما و بیننده های عزیز ما بتوانیم از این عمر مبارک شما، از اوقات مبارک شما مستفید شویم. بیننده های عزیز، موضوع امروز ما ان شاء الله فلسفه حج خواهد بود، چون ویژه برنامه رکن پنجم هست که همانا حج هست. موضوعات متعدد در اطراف این رکن از ارکان اسلام به بحث گرفته شده که امروز ان شاء الله روی فلسفه این عبادت عظیم و این رکن از ارکان اسلام بحث خواهیم کرد. بدون شک این عبادت با سایر عبادت های دیگر متفاوت تر هست و هر لحظه این عبادت البته دارای فلسفه ها و حکمت ها و درس ها و عبرت ها و پند های فراوان هست که ما باید در تلاش آن فلسفه ها و عبرت ها و درس ها باشیم. البته هر روز به این به قله بلند این عبادت و این رکن از ارکان اسلام ما نزدیکتر می شویم. روزهای واقعی حج البته دارن نزدیک می شوند، انشاءالله که خداوند نصیب بگردانه. جناب دکتر، پس موضوع ما هست فلسفه حج، درست است؟ آماده هستین؟ بسیار خوب. در ابتدا می خواهیم که فلسفه این اجتماع بزرگ امت اسلامی، تنها امت اسلامی نشاید در تمام جهان این بزرگترین اجتماع بشریت باشه که به وقوع می پیونده و اینجا البته تنها مسلمان ها جمع می شوند. فلسفه این اجتماع با این بزرگی و آن هم همه ساله، سال یک بار تکرار می شود، فلسفه چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. اصولا تجمع و جمع کردن به اصطلاح نیرو یکی از صفاتی هست که همه این رو انجام میدن. همه گروه های سیاسی که در دنیا هست قبل از انتخابات ها، قبل از گروه های جماعت های اسلامی، تنظیم ها، همه سعی میکنند یک وقتی رو هر یه سالی، هر مدتی حسب توانشون این نیروهایشون رو همه رو در یک جا جمع کنند. یک نوع نمایش قدرت هست و در کنار این نمایش قدرت که به دیگران نشان داده میشه که ما مثلا این انتخابات رو میخواهیم برد، ما بزرگترین نیرو در این کشور هستیم، ما در مقابل به اصطلاح دیگران توانمندیمون از همه بیشتر هست. این یک نوع عرض به اصطلاح اندامی هست در مقابل نیروهای دیگر. بله.
که این در همه کشورها ما این رو شاهد هستیم که گروه های سیاسی، جماعت های مذهبی همه این کار رو انجام میدن. بالکل. این در مقابل دیگران، یه چشم سرخ نشان دادن به دیگران. در این حال این تنها به این معنا نیست، برای خود افراد گروه یا حزب یا جماعت این یک مفاهیمی رو در خودشون میسازه. مفاهیم خاصی دیگه دارن؟ یک مفاهیم تربوی هست که اولا این افرادی که در یک گروه و یک جماعت هستند وقتی که در یک اجتماع بزرگ جمع میشن احساس میکنن که ما تنها نیستیم. مایی که مثلا از گروه فلانی در شهر فلان 10 نفریم، ما جزئی از یک جمعیت چند میلیونی در این کشور هستیم. خب پس این نیروها اعتماد به نفس بسیار بالایی دریافت خواهند کرد. درست. وحشت و توانی که به اصطلاح وحشتی که در نیروها احیانا در مقابل احزاب و گروه‌های دیگه به وجود میاد این ذوب میشه. ما که احساس میکردیم که در روستای خودمون تنها از این گروه یا از این جماعت ما 5 نفر هستیم، وقتی که در کشور دیدیم که ما بیش از 1 میلیون هستیم، حالا در این روستا ما احزاب دیگه ای داریم که افرادشون از ما بیشترن. درست. اینجاست که من اقلیت در اونجایی که هستم احساس میکنم که من کم نیستم. من جزئی از یک اجتماع، از یک نیروی بسیار بزرگ هستم. درست. حج این مفاهیم رو کاملا در بر داره. وقتی که ما مثلا یک اجتماع تشکل حج اولا یک اجتماع قومی یا ملی یا کشوری نیست که مثلا عربستانی ها در حج جمع بشند یا مثلا افغان ها یا ایرانی ها یا استرالیایی ها جمع بشن. نه، کل مسلمان های تمام دنیا در یک جا جمع میشن. اولا یک پیامی است بسیار واضح برای کل بشریت که ما یک نیرویی هستیم که این نیرو اولا زوال پذیر نیست. با این نیرویی که ما تونستیم با یک حرکت، با یک جنبش 4 میلیون انسان رو در یک جا جمع کنیم. یک نیروی بسیار خارق‌العاده است، بزرگترین تجمع بشریت هست بدون که ما هیچ زور و هیچ مصارف را هیچ مثلا ما در این مسیر هیچ به اصطلاح جنگی رو به راه ننداختیم، هیچ اجباری رو به راه ننداختیم و هیچ هزینه مرکزی رو ما نداریم. یعنی به این معنا که مثلا خب کشور فلان مردم رو جمع میکنه. چطور جمع میکنه؟ آقا بیایید فلان جا و این از طرف حکومت یک برنامه ریزی شده است، اونجا برای شما غذا مرتب هست، مراکز به اصطلاح آسایشگاه ها هست، همه چیز هست، شما بیایید اونجا جمع بشید. بازم مردم جمع نمیشن، میگن که خب من میرم کار و زندگیم رو کنار میذارم، در مقابل این چه پرداخت میشه؟ مثلا مثل در کشورهای مثلا شیوه دیکتاتوری دارن این بیشتر اتفاق میفته که وقتی رهبر میخواد که مردم رو جمع کنه، مثلا در مصلی بزرگ تهران بیاید جمع بشین، حالا کی جمع میشه؟ مردم که عامه مردم نمیان، هر کسی به کار خودشون مشغوله. آقا کارمندای حکومت برن اونجا یه روز به اصطلاح اضافه حقوق خواهند گرفت. خب اولا یه اجبار هست اونجا حضور غیاب میشه، ثانیا یک اغرا هست که به اصطلاح یک اضافه حقوق بهشون داده میشه، بعد یک اغراءای دیگه هم اونجا گذاشته میشه که در اونجا مثلا رقص هست، در اونجا نمیدونم شربت صلواتی تقسیم میکنن، در اونجا چیزای به اصطلاح مجانی میدن و از این حرفا. اما ما میایم یک اجتماع بزرگ بشریت رو جمع میکنیم، بزرگترین اجتماع که در اون هیچ قدرت مرکزی وجود نداره که بیاد مردم رو جمع کنه. بالکل. کسایی که حرکت میکنن هر یکی هزینه خودش رو خودش کامل از الف تا یا کل هزینه خودش رو خودش برداشت میکنه. قبلا میپردازه. قبلا این هزینه رو به اصطلاح پرداخته، سفرش رو، جایی که به اصطلاح میخواد بمونه، آسایشش رو، خورد و خوراکش رو، از الف تا یا حکایت رو تماما تنظیم کرده و هیچ کسی این فرد رو هم مجبور نکرده. لله علی الناس حج البیت. خب و خداوند مسئولیت حج خانه خدا رو بر مردم گذاشته. این مسئولیت رو هیچ معیاری نیست، هیچ حکومتی نیست، هیچ قدرتی نیست که بیاد مردم رو سنجش کنه که آقای رحیمی شما پولت به این مبلغ رسیده که شما باید حج برید، تا امسال رفتی حج رفتی و الا شما مثلا مورد بازخواست قرار میدید، 5 سال میرید زندان یا فلان.
هیچ همچین موردی نیست. شما میل خودتون میخواد برید یا نرید، پولتون برابر شد. خب کسی که شما رو به حرکت در میاره، این مسئولیت رو در شما ایجاد میکنه، خود شما هستید. چرا؟ چون خداوند متعال فرمودن لله علی الناس حج البیت لمن استطاع الیه سبیلا. کسی که توانمندیشو داره، این مسئولیت بر عهده اون هست. مسئولیت شناس کیست؟ خود فرد. هیچ کسی دیگه اون رو مجبور نمیکنه. حالا ما با این قدرت داریم به اصطلاح قدرت نمایی میکنیم که یک اجتماع 4 میلیونی رو بدون مرکزیت و رهبریت خاص این رو به وجود میاریم. خب این یک به اصطلاح پیام بسیار واضحی هست برای کل بشریت. که هرگز شما نخواهید توانست این دین رو ریشه‌کن کنید. این امکان پذیر نیست. چون که این دین علاوه مثلا اگر این رهبریت خاصی می داشت، خب ما رهبر رو گردن زدیم، مثل قدیما که مثلا خلیفه مسلمان ها بود. خب خلیفه رفت، اسلام نرفت. حالا این خلیفه حتی اگر ابوبکر صدیق باشه، بیشتر از ابوبکر صدیق باشه، حتی اگر رهبریت خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم باشه، پیامبر رفت، اسلام نرفت بدون شک. خب این معنا رو حضرت ابوبکر صدیق با قامت بلند ایستاد جلوی بشریت، داد زد من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات و من کان یعبد الله فإن الله حی لا یموت. کسی که فکر میکنه این دین گرهش بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست و با رفتن پیامبر این گره گشوده شد و تموم شد، پس اشتباه فکر میکنه که این محمد صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتن و دین خواهد موند، چون که این دین با خدا بسته است و عبادت و به اصطلاح عبادات بین فرد هست و خدا خداست و بنده. خب این یک پیامی هست که برای عالمیان هست. درست. یک پیام دیگه ای که در اعتماد به نفسی که داخل افراد به وجود میاد. خب من مثلا از یک اقلیت مظلوم مستحد مستضعف به نام اهل سنت ایران با 20-25 میلیون جمعیت در یک جمعیت بزرگتر 80 میلیونی زیر فشار، زیر ظلم، زیر ستم که از کل حقوق و خواسته های خودم محرومم، میام به حج. یک اقلیت دیگه، یک انسان مظلوم زیر فشاری از غزه میاد به حج. یک افغانی از یک کشور که آتیش اون رو داغون کرده، نفله کرده، میاد به حج. همه ما وقتی میایم به حج میبینیم که ما چه قدرتی هستیم، چون که در زیر فشار احیانا انسان خودش رو گم میکنه، فکر میکنه که این فشار بر من هست و اگر من در مقابل این فشار اولا طاقت مقاومت ندارم و از بین خواهم رفت و آینده رو تاریک میبینم. وقتی میام در مقابل این جمهور امت می ایستم، میبینم که من یک جزئی از یک امت بیش از 1.5 میلیارد جمعیت هستم. اینجاست که دیگه دید خود من عوض میشه. قدرت و توانمندی که من میگیرم، یک قدرت و یک نیروی، یک توانی این جمهور در من ایجاد میکنه که من فرد واحد میشم 1.5 میلیارد و بیش. شما تصور کنید یک امپراتوری بسیار بزرگ به نام روسیه میاد به جنگ یک کشور کوچیک که هیچ سرمایه بزرگی نداره، هیچ قدرت بزرگی نداره، به نام افغانستان. افغانستان یک کشور قوی نیست. بالکل. یک کشوری هست که اصلا از راه فراری هم نداره، یعنی هیچ دریایی چیزی نداره. یک به اصطلاح عقل میگه که یک قدرتی که ادعا میکنه نیروهایی داره یا بمب‌هایی ساخته که به اصطلاح به اون زمانا میگفتن در سالهای جهاد افغانستان، شایعاتی که روسیه همیشه میگفت که روسیه یک بمبی رو درست کرده که میتونه 70 بار زمین رو از بین ببره. خب این کشوری که همچنین ادعاهایی داره در مقابل افغانستان شکست میخوره. این چطور تونست این ملت افغان که چند میلیون بیشتر نیستن و نصفشون با روسیه هستن، خب یعنی جزء اندکی از ملت افغان چطور تونستن این امپراتوری بزرگ دنیا رو شکست بدن؟ در واقع این افغان نبود که این رو شکست داد، این افغانی بود که
خودش رو جزئی از امت 1.5 میلیارد میدونست. وقتی افغانی میرفت در جلو سینه رو سپر میکرد جلوی تانک دشمن، به این فکر نبود که اگر من افغانی افتادم به زمین، دین به زمین خواهد افتاد. به این فکر میکرد که وقتی من میافتم زمین، پشت سر من 1.5 میلیارد دیگه امت هستن. این هست که این نیرویی که به اصطلاح پتانسیل قدرتی که این اجتماع و این تجمع و کنفرانس بزرگ جهانی حج به مؤمنان میده، بسیار بسیار حائز اهمیت هست و مهم هست. درست. واسه همینه که همه جماعت ها، همه گروهک ها، همه احزاب فکر میکنن که به اصطلاح باید یک تجمعی باشه. در همه مرامنامه های هر حزب و گروهی که شما ببینید این رو چون که درک میکنن ابعاد نفسی که این تجمعات داره، براشون خیلی حائز اهمیت است. درست. اینی که ما به اصطلاح یک نیرو میدیم به این به اصطلاح قدرتی که ما داریم. در خود این به اصطلاح نیرو تصور کنید که ببینید که حج چطور هست یا یک عبادت به چه گونه است. همونطور که شما فرمودید که این عبادت هست. این عبادت، هر عبادتی 3 بعد داره. یه بعد شکلی داره که ما عبادت میکنیم، نماز داریم، قیام هست، رکوع هست، سجده هست، فلان هست. این یک بعدش هست. این بعد به اصطلاح شکلیش هست، این ارزشیش نیست. درست. خب این بعد رو ما انجام دادیم. چطور این رو انجام میدیم؟ در این بعد ما موظف هستیم که کاملا آنطوری که دین به ما گفته از انجام بده این رو انجام میدیم. درست. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن صلوا کما رأیتمونی اصلی. تو این بحثی نیست. همونطور که من رو میبینید چطور نماز میخونم ببینید انجام بدید. این دیگه پرسیدن هم نمیخواد. درست. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم یک حج فریضه انجام دادن. بله. خب و این حج فریضه رو هم روی یک شطوری انجام دادن تا همه ببینن. بعدش هم فرمودن خذوا مناسککم عنی. حج و شیوه انجام حج به من نگاه کنید، اون کاری که من میکنم اون رو بکنید. خب این شکلش شد. یک بعد دیگه هست که رابطه این اون عبادت هست با قلب. درست. که در انجام اون عبادت من باید ذوب بشم. من اون عبادت رو با یک محبت خاص انجام بدم. بله. که وقتی که اون عبادت رو انجام میدم لذت ببرم. درست. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به بلال چی میگن؟ ارحنا بها یا بلال. خب ما خسته ایم، اعصابمون خورد هست، فلان هست، چیکار کنیم؟ نماز بخونیم. نماز یک آرامش به ما میده. خب در حج که میاییم، در خود به اصطلاح عبادت هایی که ما انجام میدیم، مثلا در مسجد محلمون وقتی نماز میخونیم، تو منطقه ما 2-3 هزار جمعیت هست. تو مسجد چقدر هست؟ 100 نفر، 200 نفر. یعنی از بین 2000 جمعیت 100 نفر آمد به مسجد. بالکل. یعنی کمتر از 1%. خب پس چی شد؟ یعنی اینجاست که مثلا ما در وقتی عبادت ها رو انجام میدیم، ما در جهت معاکس تیاری که جامعه داره حرکت میکنه، اون سیل جامعه ما داریم سیر میکنیم. خب سیر کردن در مقابل به اصطلاح سیر جامعه، در عکس حرکت سیر جامعه، احیانا ما رو با شکست روبرو میکنه، احیانا ما مقاومت نمی کنیم. اون به اصطلاح نیروی ما احیانا دچار یک نوع تزلزل میشه. وقتی در حج میاییم میبینیم که همه مؤمنان در یک مسیر سیر میکنن. وقتی که در مطاف طواف میکنیم میبینیم که 1.5 میلیون یا ببخشید میبینیم که 3 میلیون 4 میلیون مسلمون در همین مسیر سیر میکنن. 4 میلیون مسلمون یک ها میرن به منا، به عرفات، به مزدلفه، به رمی جمرات و من جز این من میشم یک به اصطلاح گلبولی در بین این مسیر بزرگ به اصطلاح چند میلیونی. یک سلولم من از یک خانواده بزرگ، از یک تن بزرگ. این خودش من یک نیروی میده، قلب من رو جهت دهی میکنه. درست. بعد از اون یک مورد مهمتر از اینو به اصطلاح شکل عبادت هست، اون اثر عبادت، که این عبادت چه اثری در زندگی من خواهد داشت.
یکی به حج میره، از حج با چی برمیگرده؟ با خستگی، با بسلا ضایع کردن پولش، با هیچ دیگه به دست نیاورد. به دست نیاورد. یکی روزه میگیره، از روزه چی دست میاره؟ گرسنگی و تشنگی، هیچ دیگه نداره. یکی دیگه میاد نماز میخونه، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میبیننش، میاد پیش پیامبر عرض ادب میگه که اذهب فصلی فانک لم تصلی، برو نماز بخون که تو نماز نخوندی. یا رسول الله من نماز خوندم. نه خیر، نماز نخون، این نماز نیست. این که کاری که شما انجام دادی اسمشو میخوای بذار ورزش، میخوای بذار نمیدونم نرمش، هر چه دلت میخواد بذار، این نماز شده، نماز نیست. و در حدیث دیگه ما داریم که انسان نماز میخونه و احیانا از نمازش تنها نصفش رو داره، 1/10 رو داره، 3/4 رو داره، 1/4 رو داره. بالکل. به اندازه ای که این نماز اون رو به هدف اصلی نماز نزدیک میکنه، به اون اندازه این ارزش داره و این میتونه به اصطلاح از این نتیجه بگیره. این اثر نماز به ما نشون میده که مثلا ما واقعا نماز خوندیم. اثر حج به ما نشون میده که واقعا ما حج رفتیم یا نرفتیم. ما فقط رفتیم یه گردش کردیم، یک نمیدونم افرادی رو دیدیم. اینه که مثلا الان یه سوالی مطرح میشه که جناب شما پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند که لن تغلب امتی من 12,000. این امت من اگر 12,000 نیرو داشته باشن این شکست ناپذیر هست. 12,000 نیرو یک نیرویی هست که کسی نمیتونه اون رو شکست بده. حالا ما یک نیروی 4 میلیارد به اصطلاح 1.5 میلیاردی داریم که این نیروی 1.5 میلیاردی 4 میلیونش رو در یک اشاره جمع کرد. خب چطور باز ما شدیم که ضعیفترین اون ملت ها، فقیرترین ملت ها، مظلومترین ملت ها، در حالی که ما بیشترین نیروی اقتصادی دنیا رو داریم، بیشترین درآمدهای دنیا رو داریم. رسیدیم به مرحله ای که چی؟ حتی دشمن نیاز نداره با ما بجنگه. الان دشمن با ما نمی جنگه. الان به اصطلاح هزینه ای که در جنگ های فعلی در جهان اسلام هست برای دشمن صفره. دشمن هیچ هزینه نداره. کیه که می جنگه؟ ما مسلمون ها با همدیگر می جنگیم. ما مسلمون ها با همدیگه می جنگیم، اسلحه از دشمن می خریم، بعدش میاییم از دشمن خواهش میکنیم که بیا تدخل کن در وضع ما. دشمن بعد میگه که به شرطی میام که اینقدر به من هزینه بدید و اینقدر بها بدید. ما همه اینها رو قبول میکنیم. پس اینجا یک معضله هست، یک چیزی از این حکایت گم هست. ما یک موردی رو داریم، یک مهره اساسیش گم هست که اون شناخت عبادت، درست عبادت هست، شناخت این که این عبادتی که ما انجام میدیم فلسفه‌اش چی هست، هدفش چی هست و تأثیرش چی هست. آیا این تأثیر رو ما رسیدیم بهش یا نه؟ درست. اگر نرسیدیم، ببینید یک عبادت یک به اصطلاح یک برنامه است، یک پروسه است. این پروسه مراحل رو طی میکنه. مثلا در عبادت نماز رو ما ببینیم، بعداً حج رو هم مثال میزنیم. در عبادت نماز خداوند متعال چی میفرماید؟ ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. پروسه نماز شما رو از فحشا و منکر باید نجات بده، دور بکنه. این هدف است. بله. برای این پروسه خیلی چیزا نیاز داره. اول اینی که شما وضو بگیرید، باید حلال باشه، جایی که نماز میخونید، نمیدونم لباستون، نظافت، همه این متجه به قبله، چطور نماز خوندن، کجا نماز خوندن، همه اینها مد نظر گرفته شد. اینها مدارجی هست که ما رو میرسونه به چی؟ نماز. به تنها عن الفحشاء والمنکر، از منکر و فحشا ما رو دور میکنه. الان اگر ما این فلسفه و حقیقت این رو درک نکردیم، کل این کار رو ما انجام دادیم، به نتیجه نخواهیم رسید، چون که اون هدف مد نظر ما نیست. درست. ما یک کاری رو روتینوار انجام میدیم، خب هیچ نتیجه نخواهیم گرفت. خب اما اگر این رو طوری که انجام میدیم هدف مد نظر ما باشه. ببینید ما یک
چند تا بچه دانشجو رو بگیریم، دانش آموز رو بگیریم که مثلا یک هدفی بذاریم 2 کیلومتر اون برتر، یک نشانی که حالا مثلا در یک بیشتر نمایان میشه که مثلا وقتی برف اومده، دنیا پر از برف است، زمین پر از برف است، خب برف زمین رو پوشونده، ما گرفتیم 10 تا دانش آموز اینجا گذاشتیم، گفتیم که آقا مستقیم برید به سوی هدف. هر دانش آموزی که بیاد زیر پاشو نگاه کنه و بره، وقتی میره اونجا میبینیم که مسیری که طی کرده مسیر مستقیم نخواهد بود. درست. چرا؟ چون زیر پایش رو نگاه کرد، متوجه شد اینجا چاله است، اینجا سنگه، اینجا فلانه، این ور اون ور رفت تا به هدف برسه. درست. اما اون کسی که زیر پا رو نگاه نکرد، چشم روش رو گذاشت به هدف، مستقیم حرکت کرد به سوی هدف، توجه نکرد در مسیر راه چاله هست، سنگ هست، فلان هست، کوه هست، صحرا هست، هر چی که هست، مستقیم به هدف میرسه، چون که هدف مد نظرش بود. فقدان هدف، فقدان فلسفه عبادت، فقدان اون ماهیت عبادت، هویتی که اون عبادت برای ما میسازه، این باعث میشه که ما عبادت رو انجام بدیم اما چیزی غلط غلوط به هر صورتی که شد، نه به اصطلاح احساس لذت خواهیم کرد و نه دیگه به زورکی نماز میخونیم، زورکی حج میریم، زورکی همه روزه میگیرن ما هم بگیریم، اما در نهایت روزمون غیر از تشنگی خستگی، به اصطلاح حجمون غیر از هدر دادن مال و خستگی، نمازمون غیر از خستگی برای ما چیزی نخواهد داشت. جزاکم الله خیرا. با امید این که هدف رو معین بکنیم، سپس به سوی آن هدف در حرکت باشیم. پس این اجتماع بزرگ امت اسلامی که از این امت بیش از 1.5 میلیارد که گفتن چند میلیون این بدون هیچ نوع اجبار و اکراه و بدون هیچ نوع تبلیغات پیشی سابقه‌ای جمع میشن، همه با شوق و ذوق خود. البته هزینه را خود فرد آماده میکنه، خودش مصرف میکنه، همه کارش هم خودش متحمل میشه و این کنگره بزرگ امت اسلامی به وقوع میپیونده. گفتن هدف اولش این است که به جهانیان نشان بدیم که این امت زوال پذیر نیست، شما نمیتوانید با کشتن و با این و آن اسلام و اهل اسلام را ختم کنید. یک پیام دیگهش گفتن که امت‌های که در اقلیت قرار دارن، مثال دادن اهل سنت ایران یا اقلیت‌های مسلمان که در کشورهای مختلف جهان هستن، وقتی که اینجا میآیند از این کنگره بزرگ امت اسلامی یک قوت شخصی و یک نیروی درونی برای خودشان میگیرن که نه ما 1 تا 2 تا یا ما 20 میلیون اهل سنت ایران یا 25 میلیون نیستیم، بلکه ما ملت بیش از 1.5 میلیارد هستیم. این بعد دیگهش بود. حالا میخواهیم که این کنگره بزرگ اسلامی را خداوند مکانشان را تعیین کرده که باید این اجتماع بزرگ امت اسلامی در مکه به وقوع پیونده، جایی که صحراهای سنگ، کوههای سنگ، بدون آب جاری، بدون درخت، بدون باغ، بدون بستان، هیچ آثاری آسایش دیده نمیشه. البته ما داریم در جهان اسلام زمین ها یا مکان هایی که خیلی از نگاه آب و هوا خیلی مناسب تر برای تجمعات این چنینی هست. پس فلسفه انتخاب مکه برای این کنگره بزرگ امت اسلامی چی است؟ ببینید ما یک عبادت بزرگ داریم. بله. که این عبادت بزرگ هدفش بسیار بزرگ هست. بالکل. هدف حج خیلی زیباست که ما مثلا بگیم که هدف حج چی است. بله. اصلا هدف از آفرینش و خلقت چی هست؟ هدف از آفرینش و خلقت کل کائنات چی هست؟ خداوند متعال میفرماید الله الذي خلق 7 سماوات و من الارض مثلهن. بله. خداوند 7 آسمان ها و همچنین مثل اونها زمین رو آفرید. بله. یتنزل الامر بینهن، که این قوانین الهی حاکم میشه اینجا. بله. هدف چی هست؟ لتعلموا ان الله على كل شيء قدیر، تا بدونید که خداوند بر هر چیزی قادر هست، تواناست. و ان الله قد احاط بكل شيء علم، و خداوند از همه چیز خبر داره. کل این کائنات خلقت شد به خاطر اینی که ما بدونیم
خداوند قادر مطلق هست و عالم مطلق. حالا ببینیم که حج برای چی بر ما فرض شد. خداوند متعال میفرماید جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. برای چی؟ ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم. کل این عبادت به خاطر اینی است که شما بدونید خداوند از همه چی آگاه و عالم است. وقتی ما دونستیم که خداوند بر همه چیز آگاه و عالم است، پس دیگه مشکلی نیست. وقتی خداوند خبر داره از مظلومیت من، وقتی که خداوند از مشکلات من آگاه است، وقتی که خداوند از وضع من آگاه است، پس من غمم کجاست؟ چرا میترسم؟ چرا وحشت دارم؟ وقتی که خداوند متعال میداند من در مسیر اون حرکت کردم، وقتی خداوند متعال میداند که من در مسیر اون هجرت کردم، خب میخوام عوض بشم، میخوام از این اشتباهی که کردم برگردم، دیگه دلهره کجاست؟ خطر کجاست؟ وقتی که خداوند متعال میداند که بعضی از نیروهای شر منو تهدید میکنن، من از به اصطلاح جوانی در تهدید هستم، در خطر هستم، وقتی خداوند میداند پس جای ترس و واهمه ای نیست. خب اینه که وقتی خداوند میگه جعل الله الكعبة البيت الحرام، خداوند متعال یک به خاطر این که مثلا وقتی ما کسی رو بسیار دوست داریم، خوشمون میاد بریم پیشش، بریم خونش، خب کجا بریم پیش الله؟ الله ذوالجلال به عنوان یک رمز یک خانه ای رو در زمین که اول بیت وضع للناس هست، یعنی اولین خانه ای که برای مردمیان، برای انسان ها گذاشته شد، پس گذاشته شد، کسی غیر از انسان اون رو گذاشت، پس خداوند خودش این خانه رو اینجا قرار داد. این خانه رو خداوند به عنوان رمزی قرار داد که من محبوب برم پیش حبیب خودم، منی که انسان هستم، بنده هستم، خدام رو دوست دارم، برم پیش عزیز خودم. خب این یک رمز هست. حالا وقتی من میرم پیش عزیز، کجا خداوند این جا رو کجا گذاشت؟ خیلی جالب است که شما میفرمایید که اگر مثلا در یک منطقه می بود اونجا خوش آب و هوا، شمال افغانستان هست، بدخشان هست، نمیدونم کوههای سر به فلک کشیده، جنگل ها، یا یه منطقه دیگه است، نمیدونم اونجا دریاست، ساحل است. خب اونجا اگر می بود چی میشد؟ اونجا اگر می بود ما برای خیلی چیزا میتونستیم بریم، برای خوشگذرانی میتونستیم بریم، برای نمیدونم سیر و سیاحت میتونستیم بریم، برای خیلی از اهداف دیگه میتونستیم بریم. خداوند متعال حکمتش چنین اقتضا کرد که این خانه اش در کجا باشد؟ در بین کوهها و صحراها و صخره‌های بی آب و علف و در یک جای صحرای برهوت، که من بنده فقط و فقط میرم به خاطر الله ذوالجلال. اگر عبادت حج یا کعبه در مکه مکرمه نمی بود، آیا کسی به مکه می اومد؟ کی می اومد در بین جای یک صحرای بی آب و علف؟ اما خداوند اینجا خانه‌اش رو انتخاب کرد تا مردم وقتی میان، مؤمنان میان، دیگه در ذهن مؤمن سیر و سیاحت اصلا نیست، چون جایی برای سیر و سیاحت نیست. در ذهن مؤمن این نیست که کشور من آب و هواش گرمه، من برم یک استراحتی بکنم در این منطقه خوش زیبا. نه، میام در یک منطقه ای که گرمیش بالای 50 درجه است. بسیاری از افرادی که میان از جایی میان، از روسیه و از زیر برف ها میان. مؤمنانی که از اونجا میان برای اولین باره که پوستشون گرمای 50 درجه به بالا رو تجربه میکنه، میاد با همه این سختی ها، میاد با همه این مشکلاتی که در مسیرش هست، میاد. چرا میاد؟ چون میاد که خدا رو میخواد و در دنبال خداست
و اینجا هم که میره به اصطلاح به مکه مکرمه و به اون وضعیت یک لذتی میبره، یک احساس سعادتی میکنه که هرگز تو کشورش در هیچ جا نکرده است. خداوند متعال میفرماید ولی من خاف مقام ربه جنتان. برای اون انسان تقوا پیشه دو بهشت هست، یکی بهشت آخرت، یکی این بهشتی که اینجا لذتش رو میبره. در دنیا بعضی از علما میگن که در دنیا بهشتی است خدا را که اگر کسی داخل بهشت الهی دنیا نشه وارد بهشت آخرت نخواهد شد. این بهشت قلب هست، بهشت دل هست، بهشت احساس سعادت و خوشبختی است. این بهشت رو خداوند متعال لذتش رو به حاجیان میچشونه. اون حاجی که از منطقه خودش آمده است در اونجا خیلی مشکلات داشت. قضیه زمین هست، مشکل با برادراش سر میراث زمین دعوا داره، نمیدونم خودش 4-5 تا بیماری های مختلف داره و فلان و همه کار و روزگار و این همه مشکلات رو داره. وقتی میره به حج چیکار میکنه؟ همه این مشکلات رو گذاشت دور، همه اینها رو رها کرد، رفت به حج. خداوند متعال یک سکینه و یک عشقی و یک آرامش و یک امنیتی رو در قلب اون فانزل علیهم السکینه میبارونه که اون اصلا یادش میره که مریض بود. یا این رو ما در عزیزانی که در حج هستند شاهد هستند، اون رفتن دیدن که افرادی که به اصطلاح در مسیر حرکت میکنن 10 کیلومتر راه رو میره، کسی هست که در شهر خودش 2 تا قدم رو با 4 تا عصا باید میرفت. حالا میبینیم که همین کوجه پشت پیرزن، کوجه پشت به اصطلاح 100 و اندی سال در حال حرکت هست. امسالی که از حاجیای هند خانومی هست بالای 120 سال. این خانم بالای 120 و اندی سال این چطور داره حرکت میکنه؟ اینجاست این نیرویی که نیروی به اصطلاح که خداوند متعال در قلب اون با یک لذت، با یک عشق، با یک محبت داره سیر میکنه در مسیر چی؟ در مسیر عبادت. لذتی که این احساس میکنه بهترین و ثروتمندترین انسان ها احساس نمیکنن. خود امام ابن تیمیه یک جمله بسیار زیبایی دارن. امام ابن تیمیه یک شخصیتی بود که زندگیش همش بحران بود، همش یا زندان بود یا سوار بر اسب 4 نعل در میدان جهاد میتاخت یا در دعوت و همه به صلاح عرق روی پیشانیش خشک نمیشد. درست. خب این شخص با همه زندان رفتن ها و شکنجه دیدن ها و اینا این ظالمان رو به مسخره میگیره، میگه این بیچارا چه فکر کردن؟ انا جنتی و بستانی فی صدری، بهشت و سعادت و آرامش من در سینه‌ام هست. این رحت فهی معی، هر جا که من برم این سعادت و این خوشبختی و این لذت با من هست. اگر منو در زندان بندازن خب اینجا هم جزئی از زندگی من هست، من اونجا مشغول میشم به خلوت با خدا. من چقدر لذت میبرم از اعتکاف و خلوت با خدا. این فرصت در بالای اسب جهاد یا در به اصطلاح مسیر دعوت یا در جای دیگه برای من میسر نیست. خدا خیر بده همین ظالمان رو که منو انداختن به این فرصت رو برای من مهیا کردن. اگر من رو از کشورم بیرون میکنن میفرستن، من میخوام که برم یک مقداری هجرت رو تجربه کنم. پیامبر خدا هجرت کرد، من هجرت کنم، برم سیر و سیاحت کنم، دنیا رو ببینم، خلقت خدا رو ببینم، لذت ببرم از خلقت الهی. فوقش اینا زیاد قدرتی که بخوان به نمایش بذارن همین که گردن من رو بزنن. این آرزوی من است که من شهید بشم پیش خودم برم. همه این جهادم، همه این تلاشم، همه این کارم برای چی است؟ برای رسیدن به بهشت و رضایت الهی. حالا کسی بیاد و من رو بفرسته به بهشت و رضایت الهی دیگه من ناراحت بشم؟ اینه که این لذتی که هست. بعضی از صالحان میگفتن که اگر پادشاهان بدونن که ما در چه لذتی هستیم، در چه
شادی و در چه بهشتی و در چه احساس آرامشی هستیم، می اومدن با شلاق به زور ما رو میزدن و این که بتونن این لذت ما رو از ما بدزدن و بگیرن، که این اصلا براشون قابل تصور نیست. اینه که وقتی که حاجی خانهش رو، خانوادهش رو، خیشانش رو، عزیزانش رو، کارش رو، مشکلاتش رو همه رو پشت سر میگذاره میره به حج، این دیگه در یک سیر و سیاحتی هست. همین مکه‌ای که به اصطلاح یک جای گرم، یک نمیدونم سوزان، شلوغ، همه اینها، این براش یک لذتی خواهد داشت که اصلا چون که این در واقع به معبد نیومده، نزد معبود اومده. اینه که ما فرق بین عبادت، بعضیا که این رو درک نمی کنن، بسی کوتاه‌اندیشان که فکر میکنن که مسلمان ها همه یک معبدی دارن. ما مسلمون معبد نداره، مسلمون معبود داره. مسلمون وقتی به حج میره، به خانه خدا میره، به یک عبادتگاه نمیره، به سوی خدا میره. خدایی که فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، هر طرف که بنگری خداست. خدا رو در هر جا داری. وقتی خدا رو در دلت داری، در جهت داری، حتی اگر میرم نماز میخونم باید به سوی کعبه باشه، نمیدونم کعبه به کدوم سوست، هیچ اشکال نداره. میخوام نماز بخونم مسجدی باشه، بابا اینجا مسجد نیست، جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، هر جای زمین که نماز میخونی مسجد تو هست، هر سو که رو کنی این کعبه تو هست. یعنی اینجا چون که اینجا جا مهم نیست، معبد مهم نیست، معبود است که مد نظر مؤمن هست. تشکر، سلامت باشین. اجازه بدین بریم به سراغ یک برنامه. بین الله عزیز، میان برنامه کوتاه را میبینیم و با ادامه همین موضوع فلسفه حج برمیگردیم خدمت شما. جزاکم الله خیرا. با سلام مجدد خدمت شما بیننده های عزیز و گرامی، با موضوع فلسفه حج در ویژه برنامه رکن پنجم خدمت شما هستیم. البته قبل از اینکه به میان برنامه برویم، جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز در مورد فلسفه این اجتماع بزرگ امت اسلامی که همه ساله رخ میدهد صحبت کردن و سپس هدف از حج و همچنان انتخاب و اختیار مکه مکرمه که یک سرزمین بی آب و گیاهی است برای این اجتماع بزرگ امت اسلامی چه فلسفه داشت، فلسفه های آن را جناب دکتر بیان کردند. البته جناب دکتر یکی از چیزهایی که در حج هست، آیاتی که شما بارها تلاوت کردین ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، با این من استطاع الیه سبیلا خداوند این فریضه یا این عبادت و حج را مخصوص و مال ثروتمندان قرار میده. کسانی که مال دارن، توانایی مالی و بدنی دارن، مخصوص این هاست. فلسفه تخصیص دادن حج با ثروتمندان فلسفه چیست؟ در حقیقت کل دین اسلام با چیزی به نام فقر در تضاد هست. ما هیچ چیزی اصلا فقر رو برخلاف اون تصوری که بعضی از مؤمنان دارن که فکر میکنن که خداوند از فقیر خوشش میاد، آدم فقیر باشیم فلان، این خلاف فهم درست از دین هست. دین کلن با فقر در دشمنی است. در روایات داریم که کاد الفقر ان یکون کفرا، که فقر با کفر نزدیکی و برادری داره، نه با اسلام. دین ما اصلا دینی است که دین سعی هست، دین تلاش هست، دین رزق و روزی به دست آوردن هست، دین غنی است، دین هست که انسان رو تشویق میکنه به این که ثروتمند و غنی باشه. و در عین حال که تشویقش میکنه که ثروتمند باشه، تذکر میده که این مال برای انفاق هست، این مال رو در دلت جا نده، در دستت بگذار. درست. خب باز طبیعت بشر هست که هرچه انسان ثروتمند باشه، در طبیعت زندگی افرادی هستن که میمونن و این هم عبادات رو به این صورت راهکاری برای انجام عبادات هم به وجود میاره. وقتی که مثلا ما میگیم زکات، زکات یک رکنی از دین هست. بالکل. و این رکن ویژه ثروتمندان هست. بالکل. ویژه اون کسی هست که مقداری از مال داره که در طول این سال، این یک سال کامل این مالش
بوده و هیچ نیازی بهش پیدا نکرده. یعنی یک انسانی است که ثروت زیادی داره. وقتی میگیم حج عبادتی است که فقط یک ثروتمند توانمند میتونه انجام بده، هم قدرت بدنی داره هم قدرت مالی. بله. پس یک ثروتمند خوبی هست. پس دو تا رکن بزرگ و عمده اسلام بر مال بسته است. پس اینه که دین اسلام یک دینی است که تشویق میکنه. شما میخواید ارکان پنجگانه اسلام رو به جا بیارید، نمیتونید مگر اینی که یک مؤمن ثروتمند باشید. خب الان این خود مال مشکلش این است که وجود ثروت و وجود قدرت بدنی احیانا انسان رو مغرور میکنه که انسان خودش رو در خودش گم میکنه. دیگه خداوند بنده رو بنده میخواد و همیشه هم اینطوری هست که بنده است، خدا. این باید واضح و روشن باشه در طبیعت بشری و در طبیعت مؤمن. اما یه وقتی میشه که اتخذ الهه هوا میشه که مؤمن یا فرد میاد هوا و هوسش رو به عنوان خداش قبول میکنه، در پی هوا و هوس میشه. ما میگیم مثلا فلانی شهوت پرست هست، فلانی خودپرست هست. خودپرست و شهوت پرست، این مصطلحاتی که ما ساختیم، این همون انعکاس اتخذ الهه هوا هست که هوا و هوس خودش رو به عنوان معبود قرار داد، دنبال هوا و هوس خودش هست. بالکل. اتباع از یه چیزی یعنی عبادت اون. و خداوند متعال ما رو چی میخواد؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماد بهترین چیزی که من و پیامبران پیش از من گفتن چه هست؟ لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شیء قدیر. هیچ الهی نیست مگر الله یکتا، لا شریک له، هیچ شریک و هیچ نظیری نداره. له الملک، ملک و زندگی و تمام خلقت از اون است. و له الحمد، و حمد و ثنا تنها سزاوار اون است. و هو علی کل شیء قدیر، و اون بر همه چیز تواناست. وقتی که من بنده میام این اعتراف رو میکنم، این اقرار رو میکنم در مقابل خداوند منان که من یک بنده هستم، اون وقت است که پیش خدا عزیز میشم. بالاترین عزت و شرافتی که یک فرد در نزد خداوند به دست می آوره رتبه بندگی است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در طول قرآن یا ایها الرسول هست، یا ایها النبی هست، اما در معراج بنده است. سبحان الذی اسری بعبده، به بندش. این بزرگترین چیزی که پیامبر بهش افتخار میکنه. بهترین از نامه ها نزد خداوند متعال چه هست؟ عبدالله و عبدالرحمن، بنده الله. این صفت بندگی در مسیر زندگی انسان وقتی که ثروتمند میشه چی میشه؟ احیانا دنیا یک حد فاصلی قرار میگیره بین بنده و پروردگارش. دنیا بنده رو از پروردگارش دور میکنه. حالا شما هم نگاه کنید، در دنیا بیشترین جایی که رفاه هست، ثروت هست، در اونجا بیشترین نافرمانی خدا رو ما اونجا میبینیم. در کشوری که مثلا الان در یک کشور مظلوم ترین جای دنیا، مثلا بگیم غزه، فلسطین، در فلسطین وقتی میری مسجد رو چی میبینی؟ پر از مؤمنان. در زیر فشار، در زیر ظلم، در زیر بدبختی و فلاکت، مؤمنان عقلشون خیلی وقت کار میکنه اونا رو به خدا وصل میکنه که اونا میدونن که تنها به داد ما میرسه خداست. این ندای فطرت هست. حتی یک کافری هم وقتی که میره تو دریا، وقتی که کشتی در حال غرق هست، دیگه الان یادش میره که بتی داشت و الهی داشت و امام زمانی بود و نمیدونم چی بود، همینجا یا الله، اونجا یاد الله میفته. مخلصین له الدین، با اخلاص به طرف الله تعالی برمیگردن، چون که این ندای فطرت هست. و جایی که ثروت هست، جایی که رفاه هست، فلان هست، خیلی وقتا این رفاه باعث میشه که انسان از بین بنده و خداش یک سدی ایجاد بشه.
حالا این عبادت حج میاد. عبادت حج میاد برای ثروتمندان. برای فقیران عبادت حج ما نداریم. درست. برای ثروتمندان تا این مال و این ثروتی که باعث میشه سدی بشه بین توی بنده و خدایت، این رو سرش سوار شو و این رو به طرف پروردگارت جهت دهی کن. بنده من این به اصطلاح ثروتمند شدی، توانمند شدی، الان حکم الهی است. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. خداوند بر بنده خودش که توانمندی داره حج رو فرض کرد. خب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم روشن فرمودند که دیگه نشه که یک بنده تأخیر بندازه، چون که نمیدونی که این زندگی تا که با تو همراه هست. بالکل. اینجاست که خداوند پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که کسی که توانمندی رفتن به حج رو داره و حج نمیره، فلیموت یهودی انشاء او نصرانی. این میخواد یهودی بمیره، میخواد مسیحی بمیره، میل خودش، از ما مسلمان دیگه نیست. حضرت عمر رضی الله عنه میفرمودند اگر من بدونم کسی توانمندی رفتن به حج رو داشت و به حج نرفت و مرد، به من اطلاع بدید که من سر جنازش نماز نخونم، چون که این دیگه من شک دارم که این مسلمون هست یا نیست، که خداوند به تو ثروت داد، به تو توانمندی داد و نرفتی و این عبادت خاص توست. و از خواست حکمت الهی بر این رفت که مثلا عبادت ها رو ما کجا انجام میدیم؟ در هر جایی که دلمان بخواد. در شهر خودم نماز میخونم، در خانه خودم اگر مسجدی بود در مسجد محله نماز میخونم، اگر در مسجدی نیست چند نفر جمع میشیم در خانه خودمون جماعت میخونیم. خب خانه نبود در صحرا هست در صحرا جماعت میخونیم. روزه هر جا که بودیم روزه میگیریم. زکات هر جا که بودم زکاتم رو میدم. بالکل. اما حج هر جا که بودم حجی نیست. باید این حج همراه باشه با یک مشقتی. تو پیش عزیز میریم، پیش خانه خدا میریم، پس برای رفتن به خانه خدا باید یک آمادگی قبلی داشته باشی، یک استعداد قبلی داشته باشی، یک هزینه ای رو هم پرداخت کنی. تو میخوای پیش از خانه الله ذوالجلال بری، باید یک هزینه هم پرداخت کنی تا ارزش این عبادت رو هم بدونی و این ثروتی که احتمال داشت تو رو از خدا دور کنه، این ثروت رو تو گرفتی در جایی استفاده کردی که تو رو به خدا برسونه. این نعمتی که میتونست نقمت بشه، میتونست بلا بشه، کلا ان الانسان لیطغی، چرا؟ ان رآه استغنا. انسان وقتی که کم احساس کنه که دیگه نیاز به کسی نداره، ثروتمند شد و خیلی گول میخوره. قارون چی میگفت؟ انما اوتیته علی علم عندی. یادش رفت که پدرش چه وضعی داشت، گذشته خودش چه وضعی داشت. همین که مال و ثروت رو به دست آورد، گفت که این به خاطر صلاحیت‌های خودم هست. من تحصیلات کردم، مدارک عالیه به دست آوردم، این ثروت رو به دست آوردم. من در بازار تلاش میکردم، کار میکردم، ذکاوت داشتم، هوش و چی داشتم، این ثروت رو به دست آوردم. یادش میره که این روزیده خداوند هست. از تویی که در بازار و در محیط کار زحمت میکشیدی، یک الاغ 10 برابر تو زحمت میکشه، کار میکنه. اما ثروتی که تو به دست آوردی الاغ به دست نمیاره. یک کارگر معمولی 10 برابر تو بیل میزنه، اما این ثروت رو خداوند به تو داد. پس آن که ثروت داد، آن که روزی داد، الله ذوالجلال هست.
نه صلاحیت های تو، نه عقل و توانمندی های تو. در جامعه ما میبینیم خیلی از افرادی که بسیار پولدار و میلیاردر هستن شاید سواد خواندن نوشتن هم نداشته باشن. بالکل. پس این الله هست که روزی میده به بنده. بنده اسباب رو میگیره، تلاش خودش رو میکنه، اما در نهایت روزی رو کی میده؟ الله میده. من بنده در حج یاد گرفتم، در مسیر حج، که هاجر علیها السلام سعی کرد. کجا سعی کرد؟ بین صفا و مروه. چقدر سعی کرد؟ تا آخرین توانش. یک بار میرفت روی صفا نگاه میکرد اینجا آبی نیست، رفت روی مروه آبی نیست، تموم شد آبی نیست، پس مایوس میشد، ناامید میشد. نه، 7 بار آخرین توانی که داشت دیگه، الان کل قدرت و توان و تلاشش رو به خرج داد، افتاد، هیچ دیگه نای رفتن نداره. در اینجاست که خداوند روزی داد. فمن مضطر وقتی که بیاد انسان به وقت اضطرار بده، فمن یجیب المضطر اذا دعاه. کیه که اون انسانی که دیگه در نهایت نیاز قرار گرفته و هیچ نایی برای حرکت نداره رو روزی میده؟ الله. خب من بنده تلاشم رو میکنم، روزی به دست میارم، اما این روزی دهنده الله هست. الله از تلاش من روزی نمیده، الله از چون که رزاق هست روزی میده. همونطور که من رو روزی میده، این حیوانات و این جمادات، این درختان رو که اصلا حرکت نمیکنن هم روزی میده. خب این درختایی که هستن از کجا روزی میکنن؟ تکانی که نمیکنن، سعی هم نمیکنن، خداوند بهشون روزی میده. یک خب روزی، این روزی نشه که چشمای منو ببنده. احیانا انسان چون که خودش رو گم میکنه، این نعمت بلای جانش میشه، نقمت میشه. اینجاست که خداوند متعال عبادت حج رو برای ثروتمند قرار میده که توی ثروتمند این نعمت رو نگذار که نقمت بشه، نگذار که بلای جانت بشه. بجای این که این نعمت، این مال و ثروت بر تو سوار بشه و کمر تو رو بشکنه، تو بر این مال و ثروت سوار شو و برو به حج. وقتی که رفت ثروتمند به حج، ثروتش کجاست؟ ثروتش رو پشت سرش باید بگذاره، چون که همراهش نمیتونه ببره. نمیتونه که نمیدونم این همه ماشین‌ها و این قصرها و این باغ‌ها و این ساختمان‌ها و آپارتمان‌ها و دارایی‌هاشو با خودش ببره. چی با خودش میبره؟ 2 تکه پارچه. 2 تکه پارچه ای که قیمتشون خیلی ارزون، برای همه مهیاست. یعنی ثروتمند میره به حج در شکل کی؟ در شکل سایر مسلمون ها، فقیر و غنی و هر کی باشه اونجا، همه هم شکل و هم قیافه و هم 2 تکه پارچه بیشتر با خودش نداره. یعنی این ثروتمند میدونه که این مالم در آخر با من نخواهد آمد. اینجا من خودم به اختیار خودم ترکش کردم و دارم به سوی خانه معبود میرم. یک روزی خواهد آمد که همین لباس رو به اجبار بر تن من میکنن. اینجا به اختیار خودم در تن کردم و من رو از مال و زندگیم به اجبار میکشن و میندازن در یک گودال. در یک گودال میندازن. همین عزیزانی که امروز میان تا فرودگاه به من میگن به سلامت استقبال میکنن، این عزیزانی که از من استقبال میکنن، همین ها هستند که خاک بر سر من میریزن در زیر گودال. الان من دنیام رو پشت سر خودم با اختیار خودم رها کردم، میرم به حج، امیدی دارم که بر میگردم و مال ثروتم باز مال من هست. اما یک روزی خواهد آمد که من رو با همین لباس کفن به زیر خاک می اندازن. امروز من رو استقبال و بدرقه کردن، فردا رویم خاک می ریزن همین عزیزان و این ما دیگه اون وقت امیدی هم به بازگشت نیست و امیدی هم به دریافت این ثروت نیست. همه این ثروت میره به دست افرادی که پشت سر من ماندن، ثروت من رو بالا خواهند کشید، بین خودشون تقسیم خواهند کرد، شاید
یک دعای خیری هم به حق من نکنند، شاید 100 تا نفرین هم بکنند که این انسان نمیدونم چی شد، رفت مرد، ما برادران رو به جان هم انداخت. چرا این ثروتش رو بیشتر جمع نکرد تا ما بیشتر استفاده کنیم، خوش باشیم؟ خب یعنی اینی که اینجاست که دیگه ثروتمند، خداوند این عبادت رو مخصوص ثروتمند کرد تا این ثروتمند بدونه که مصدر روزی الله ذوالجلال هست و این روزی رو در مسیر عبادت الله ذوالجلال استفاده کنه و نگذاره که این روزی باعث بشه که اون از خدا دور بشه. این روزی اون رو به خدا نزدیک و نزدیکتر بکنه. تشکر، جزاکم الله خیرا. باز هم اجازه بدین بریم به سراغ یکمن برنامه. بیننده عزیز، میان برنامه کوتاه را میبینیم و برمیگردیم. لبیک اللهم لبیک 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 لا شریک لك لبیک 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 اللهم لبیک 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 لا شریک لك لبیک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك 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 اللهم لبيك. حج تولدی دوباره. بله، بیننده های عزیز، جناب دکتر داشتن در مورد فلسفه اختصاص و یا مختص شدن حج با ثروتمندان. البته جناب دکتر شما چیز دیگه گفتین که دین اسلام با فقر در تضاد هست، در جنگ هست، در حالی که فقرای زیاد اهل اسلام داره. للفقراء المهاجرین من آیاتی هم هست که در مورد فقرای مهاجرین و انصار در وصف آنها. واقعا فقر یعنی چیزی بدی است؟ در روایتی که شما خواندین گفتین که فقر یعنی نزدیک به کفر هست یا چیزی شبیه. فقر انسان رو به سوی کفر سوق میده. الان اگر شما نگاه کنید هر جایی که فقر هست، کشورهای فقیر، مناطق فقیر، میبینیم که اونجا مذاهب باطل میرن اونجا دنبال سربازگیری، از فقر انسان ها سوء استفاده میکنن. انسان فقیری هست به خاطر بسیار یک لقمه نان خودش رو و دینش رو و آینده فرزندانش رو هم میفروشه. اینه که دین با فقر در جنگ هست و همین که اصلا در محیط خب به هر حال روزی ها رو خدا تقسیم میکنه، تفاوت اجتماعی در هر جامعه‌ای به وجود میاد. برای از بین بردن این فقر خداوند زکات رو بر اغنیا فرض کرد که ای مؤمن غنی تو باید فبطلا این فقر جامعه رو دور کنید. یعنی هدفتان زکات یک نوع مبارزه با فقر هست؟ زکات به مبارزه و جنگ صریح با فقر هست، چون که زکات اصلا اختیاری نیست، اجباری است. زکات به معنای این نیست که من یک مالی دارم بدم در راه خدا یا ندم، نه. زکات به این معناست که خداوند متعال به من یک مالی داد، به من ثروتمند 100 داد و به من گفت که از این 100 که به شما دادم 2.5 از شما نیست، 97.5 از شما، 2.5 رو برو بده به اون افراد. هم افراد رو هم ذکر کرد، مشخص کرد، این که اصناف زکات که میگن اینا. در عین حال وللمال حق بعد الزکات، که اگر به اصطلاح زکات کفاف نکرد، صدقه و تشویق‌های مستمری که ما داریم در راه به اصطلاح صدقه دادن، اطعام فقرا و المساکین، اینا همش یک جنگ صریح هست با فقر. در جامعه‌ای که عدالت اجتماعی باشه به معنا و مفهوم اسلامی، فقر خود به خود از بین میره. جزاکم الله خیرا. جناب دکتر بریم طرف فلسفه بقیه مراسم و مناسک حج. بدون شک عرفات و وقوف عرفه در روز عرفه یعنی رکن اساسی و رکن بزرگی از ارکان این مراسم هست که همین چند میلیونی که شما گفتین
در آن روز البته همه آن چند میلیون در یک صحرای سوزان دیگه گرد هم میاین و اونجا یک وقت محددی را سپری میکنن. فلسفه این وقوف در عرفات یا این اجتماع چند میلیونی در آن واحد در یک وقت محدد در عرفات، فلسفه چی است؟ خیلی زیباست استاد رحیمی عزیز وقتی ما به حج نگاه میکنیم و به عرفه و اینی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند الحج عرفه. بالکل. حج همون عرفه است. قبل از عرفه چی داریم؟ قبل از عرفه آمادگی برای عرفه داریم. بالکل. فردا که 8 ذوالحجه هست مؤمنان میرن به منا. بالکل. آقا در منا چه کار میکنید؟ هیچ کار خاصی نمی کنیم. چی کار میگیم؟ فقط آمادگی میگیریم که فردا انگار که سپاه اسلام آمادگی میگیره فردا حرکت کردن به سوی عرفات رو وقتی میبینیم ببینیم یک زیبایی خاص خودش رو داره. اصلا اسم عرفه یکی از اسمای روز عرفه رو بهش میگن روز جایزه. روز جایزه، دریافت جایزه. عبادت ها رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم عبادت ها عجیبه. رمضان هست، روزه وقت معینی داره، جای معینی نداره. ما هر جا میتونیم روزه بگیریم. بالکل. اما وقتش همون رمضان هست. بله. عبادت نماز رو میبینیم. عبادت نماز اوقات وقتهای معینی داره. بله. جای مشخصی نداره. بله. هر جا میتونیم نماز بخونیم. بالکل. عمره رو نگاه میکنیم. عمره وقت معینی نداره اما جای مشخصی داره. عمره فقط در پیش خانه خداست. چه وقت؟ هر وقت که دلت خواست. وقتی حج رو میبینیم حج وقت معینی داره و جای مشخصی هم داره. عرفه روزش مشخصه، جاش هم مشخصه. عرفه جاش در مکه نیست. چرا؟ چون ما مؤمنان آمدیم از مکه در ذوالحلیفه یا از میقات ما احرام بستیم. همه مؤمنان شدن یک شکل و قیافه آمدن حج کردن. کجا حج کردن؟ در مکه مکرمه. مکه مکرمه یک شهر شلوغ، ساختمان‌های بزرگ و حج که کردیم، اولین عمره که کردیم رفتیم احراممون رو گذاشتیم، لباس پوشیدیم. باز ما برگشتیم از اون احرام، حالت احرام اومدیم بیرون. از اون مفاهیمی که احرام داشت، یگانگی و وحدت شخصیت امت اسلامی، ما اومدیم بیرون. همه کارامون رو کردیم، اون اعتماد به نفس رو به دست آوردیم، حتی پیام زور و به اصطلاح قدرتمندی رو هم نشون دادیم. وقتی آمدیم طواف کردیم بله. این کتفمون رو اتباع کردیم، کتفمون رو بیرون کردیم تا همه دشمنان چه انس و جن و هر چی که هستن بدونن که ما مسلمانان قوی هستیم. خب این اظهارا رو کردیم، اما وقتی میایم بیرون میبینیم که بعضیا لباس خوب دارن، بعضیا برگشتیم به همون حالت اول. یعنی اینجا اون وحدت و اون اتحاد ایمانی و بندگی نمایان نشد دیگه. باز افراد ثروتمند رفتن هتل‌های بسیار گران قیمت گرفتن، فقیرها هتل‌های ارزان قیمت تر گرفتن، ثروتمندان لباس‌های آنچنانی پوشیدن. حتی لباس‌های هر کشور متفاوت شد. این خودش باز یه طعم دیگه داره که اینا ما این به اصطلاح چند رنگی جهان و ملت‌ها رو خوب با شکل و قیافهشون مشاهده میکنیم. بعد از این حرکت میشه به سوی عرفات، میریم منا، از اونجا آمادگی میگیریم، احرام پوشیده همه میریم به عرفات. به احرام برمیگردیم. پس برمیگردیم به احرام و میریم به کجا؟ به این جای مشخص. برای چی میریم؟ برای دریافت جایزه. خداوند متعال به مؤمنان فرمودن که شما بیایید در عرفه جایزتون رو دریافت کنید. ببینید در عرفه جای عبادت خاصی نیست، به این معنا که ما بریم عرفه، در عرفه آقا رفتی 200 رکعت نماز بکن، همچین چیزی نداریم. برعکس نماز ظهر و عصرت رو با هم بخوان و کمتر هم بخوان، به جای 4 رکعت 2 رکعت بخوان. یعنی یک نوع تخفیف به ما داده شده، هم در نماز و به جای اینکه 2 وقت بخوانیم 1 وقت میخوانیم، و هم در تعداد به جای اینکه 4 رکعت بخوانیم 2 رکعت 2 رکعت میخوانیم. پس اینجا به ما
یک به اصطلاح تخفیفاتی داده شده. بالکل. خب آقا در عرفه رفتی یک بار قرآن رو ختم کن، همچی چیزی نیست. چه هست اونجا؟ در عرفه رفتی که خداوند به تو افتخار کنه، جایزه رو دریافت کنی. در حدیث نبوی هست که در هیچ روزی خداوند اینقدر انسانها رو از آتش جهنم نجات نمیده که در روز عرفه نجات میده. در روز عرفه روزی هست که روز آزادی است، روزی هست که خداوند افرادی که جهنمی هستند رو نجات میده، روزی هست که کمر شیطان شکسته میشه. در هیچ روزی از سال شیطان حقیرتر، بدبختتر، ذلیلتر، شکست خورده تر، ناامیدتر دیده نمیشد و نشده مگر در روز بدر و در روز عرفه هر سال. بدبختی شیطان هست، واقعا هم بدبختی هست. یعنی چی بدبختی هست؟ ببینید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه. حج مبرور جزایش پاداشش چیه؟ بهشته. اینایی که اومدن در عرفه بهشتی میشن. یعنی چی؟ یعنی این فردی که الان 100 سال عمرش هست، 80 سال عمرش هست، 60 20 40 سال عمرش هست، این افرادی هستند که شیطان برای این فرد 100 سال هزینه کرده، زحمت کشیده. سر این فرد 80 سال شیطان زحمت کشیده، هزینه کرده، این رو گمراه کرده. این 60 سال عمرش هست، 60 سال شیطان زحمت کشیده، تلاش کرده که برای این یک عالمه گناه جمع کرده. این طرف میاد فقط در عرفه، بیا آقا بخشیده شدی، بهشت. کل این زحمت ها و بدبختی ها و فلاکت ها و نیرنگ ها و نقشه های شیطان همش باد هوا. شیطان دیگه الان چیکار کنه؟ این بدترین روزی هست که شیطان هر سال با اون با پتک اون زده میشه. و در این روزی هست که خداوند متعال به مؤمنان افتخار میکنه. ان الله یباهی به اهل عرفات. خداوند افتخار میکنه به اهل عرفات و به ملائکه میگه ای ملائکه من، ای اهل آسمون ها، بنگرید، اینها بندگان من هستند که از جاهای دور آمدن برای چی؟ آمدن چی میگفتن مؤمنان؟ لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. این مؤمنان می آمدن میگفتن لبیک، یعنی آمدم، میام، در راه هستم، با تمام کوله بار گناه در راه هستم. ای خدای من، میدانم که توی الله یکتا هستی، میدانم که تو غفار الذنوب هستی، غیر از تو ای خدا کسی رو ندارم. کجا برم؟ سرشکسته ام، همه گناهان بار گناه رو آوردم، غیر از تو ای الله من جایی رو ندارم. پیش کی برم؟ خدایم تو هستی، بنده ام، گناهکارم، بله، اما آمدم، رفتم، طواف کردم، اعتراف به گناه کردم، گناهم رو پاک کردم، آمدم به عرفات. ای الله جایزه رو از شما دریافت کنم. میاد اینجا خداوند متعال به فرشتگانش میگه که ببینید ایشون همه خاکالود، خسته، کوفته، از جاها آمدن. برید ای مؤمنان، اگر گناهانتان به اندازه قطره‌های باران باشه، به اندازه ریگ‌های ریگستان‌ها باشه، به اندازه زبد دریاها باشه، هر چه باشه گناهان شما، قد غفرت لکم، من از شما درگذشتم. قد غفرت لکم تنها نه، ولی من تشفعون فیه، من شما را هم بخشیدم. حالا که شما اینقدر پیش من عزیزید که هر کسی رو شما شفاعتش کنید اون رو هم بخشیدم. هر کسی که شما برایش دعا کنید اون رو هم من بخشیدم. و به اهل آسمان ها میگه که این بندگان من به این صورت اومدن پیش من، طلب
جایزه میکنند آمدن غیر من از من خدایی رو ندارن، اینها رو من بخشیدم. اینها اومدن اینجا ولم یرونی، اینها منو ندیدن. ایمان مؤمن به خداوند ایمان غیب هست. فکیف لو رعونی، اگر این مؤمنان منو میدیدند باز چی میکردن؟ اونها اون وقت دیگه محبتشون رو چطور ابراز میکردن، اون وقت دیگه چطور پیش من زار و گریان می اومدن، اون وقت دیگه چطور با چه به اصطلاح محبتی به سوی من بال میکشیدن. الان که من رو ندیدن با این وضع اومدن. اینه که عرفه واقعا حج اکبر هست. عرفه واقعا جایی هست که اونجا مؤمن به اصطلاح کمال عروج رو میگیره. نه تنها اون کسی که اونجا رفته، نه تنها اون کسی که اونجا رفته. عرفه، ویژگی عرفه برای تمام مؤمنان هست. ویژگی عرفه و این رو باید مؤمنان مد نظر بگیرن که روز عرفه و روزه عرفه اون روزی هست که حاجیان بر صحرای عرفه ایستادن. وقتی من در تلویزیون میبینم که فردا حاجیان در عرفات ایستادن، دیگه نیام حرف فلان شخص رو نگیرم. فلان بنده خدا میگه که فردا پیش ما عرفه است، حرفش رو بذار کنار. تلفن کن به برادرت که در حج هست، برادر عزیز من شما کی میرید عرفه؟ میگه فردا. پس فردا عرفه است. عزیز من در عرفات ایستاده است، من بگم که نه امروز عرفات پیش ما نیست، فردا عرفات است. عزیز من عرفات پیش من و شما نیست، عرفات پیش حاجی است. روزی که حاجی در عرفات هست من اون روز رو روزه میگیرم، همگام میشم در عبادت با حاجی، در تذلل و در اظهار عبودیت با حاجی همگام میشم. بعد از این رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به من مژده میده که روزه عرفه انی احتسب لله ان یکفر السنه التي قبلها و السنه التي بعدها. من امیدم به خداست که روزه عرفه سال گذشته رو هم خداوند گناهانش رو ببخشه، سال آینده رو هم ببخشه. الله اکبر. این یک ویژگی هست، جایزه خیلی بزرگ، یک جایزه هست که این رو در تاریخ فقط یک جا میبینی. وقتی که خداوند متعال به صحابه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماید رضی الله عنهم، که خداوند از اونها خوشنود شد. وقتی که خوشنود شد یعنی از گذشتهشون خوشنود و راضی است، از آیندهشون هم راضی و خوشنود است. این خوشنودی الهی پایان نمیپذیره که بگم به اصطلاح چند سال بعد من راضی بودم از شما حالا راضی نیستم. اینه که خداوند سال گذشته رو هم میبخشه، سال آینده رو. یک نعمت، یک جایزه بزرگ، جایزه غفران و قبولیت رو حاجی اونجا دریافت کرد و من مؤمن این جایزه رو در خانه خودم میتونم دریافت کنم. جزاکم الله خیرا. تشکر. خیر رو ببینین، فکر میکنم وقت ما رو به پایان هست، فقط 2 دقیقه از وقت ما مانده. بعد از عرفات یگانه چیزی که رخ میده مختصرا اگر روی اسی بحث کنین، حاجی بعد از عرفات در معرکه بزرگی که رمی جمره است، جمره عقبا را وقتی که میزنه و بعد از او اما حدی خود باید ذبح بکنه و در جهان اسلام بعد از نماز عید قربانی هم ذبح میشه. فلسفه ذبح مختصرا چون وقت پایان است. مختصرا قربانی دادن یعنی چی؟ یعنی من یک عزیزم رو، چیزی که برام عزیزه رو در راه خدا میدم. عزیزترین چیز نزد حضرت ابراهیم علیه السلام چی بود؟ فرزندش. حضرت ابراهیم آمد فرزندش رو قربانی کنه. من هم باید، چون که این حج استمرار و دوختن امروز من با تاریخ نبوت و پیامبران هست. درست. پیامبران عزیزترین چیزهایشان رو در راه خدا دادن. من هم میام به عنوان یک رمز یک قربانی میکنم و با این رمزم به خدا میگم
که بار الها همانطور که من مالم را گرفتم اینجا گوسفند کردم سرش رو بریدم، من به همین صورت هر آنچه عزیزی که پیش خودم دارم رو قربانت میکنم. اگر مال و ثروتم رو میخوای قربانت، اگر جاه و مکانتم رو میخوای قربانت، اگر زن و فرزند و پدر و مادر و عزیزم رو میخوای قربانت. در راه دعوت اسلام من از هیچی کوتاهی نمی کنم و همه چیز رو در راه خدا قربان میکنم. این پیامی هست که وقتی که گوسفند بعبع میکنه و ما سرش رو میبریم باید این رو در خودمون بکاریم و احساس بکنیم. تشکر، جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم. تشکر از شما بیننده های عزیز که تا این لحظات با ما بودید. یقینا از صحبت های شیرین و همه جانبه جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز در مورد فلسفه حج، رکنی از ارکان اسلام و یکی از بزرگترین ارکان اسلام و یکی از فرایض عمده الهی و یکی از بزرگترین اجتماع امت اسلامی و بزرگترین اجتماع بشریت که تنها توسط امت مسلمه در این روزها به وقوع می‌پیونده. ان شاء الله که مستفید شده باشید. همه شما عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.